در روزهای عید اکثر دانشجویانی که در شهر هستند، در پایتخت هستند، میخوان به ناحیه‌ها روند، به خانه‌های پدر و مادر روند. برداشتن نرخ راهکرا ظلم در حق همین مردم میشود. یکی یک بار راهکرایی که همه روزه 20-25 سوم 50 سوم مثلا بود 150-200 میبردارن راهکرا رو نرخش رو. بله برادر، بسیار اشاره خوب کرده که کسی اگر مشکلی انسان را کم کند خدا 100 مشکلش آسان میکند. 1000 مصیبتی بر سرش آینده رو برطرف میکنه. چون صدقه میکنه. حتی راننده تاکسی کسی نباشد حق ندارد از مقام سوء استفاده کرده میدن روز عید است ماشینا نمیبراین، اگه من میبرم روز عید است. ببین ایدانه دیگر چیز است. یک رمید مثلا جوانمردی را بگم. روز عید است راننده تاکسی برآمده است. در شهر خدمت میکند. ایدانه که بر هر کس میدهی برای این اگر نرخش 10 سوم باشه، خب جوانمرد داشت 15 سوم عطا کن. این با جوانمردی مشتری وابستگی دارد. بله. این باید باشد. این گناه نیست. اما اگر بگن میخوای که نمیخوای رای 20 تومن 50 تومن، رای 80 تومن 180 تومن، بدون که 300 تومن کنی برکت نمیابی. چون ببین در راه من برآمدم دیگران نبرآمدن. تو سوء استفاده از مقامت کردی، خدا رو پنهان کردی. رازق انسان نیست. رزاق ذل قوت المتین پروردگار است. ضعف ایمان اعتقاد انسان مجبور میکند که انسان درنده شود، گرگ انسان شود، از این مقام سوء استفاده کند، پول به دست بیارد. اما این ماره به دست آوردی، در واسه اینکه خانت میبری، جای دیگر رو میگزد، مصیبت دیگر میارد، دعای بعد از پشش دارد. در تجربه میبینیم وقتی مشتری مثلا در تاکسی میشیند، میدونه خب عادتا همین قدر سوم میشود، راه 25 سوم میگه که 50 تومان میشود، دیگر میشود غوغا. خب دیگر جای برخورد نیست، زوروری نیست. این 50 تومان میدید اما 100 لعنت دیگر میگیرد. همه کار از روی انصاف. این نشانه مسلمانی است، نشانه وجدان و رعایت ارزش اون انسانی است. از انصاف که گذشت ظلم میشود. درست است. ظلم کشید ظالم را خدا نمیبخشد. درست است. مثلا شما ببینید بعضی راننده‌هایی که ما در تجربه هم داشتیم وقتی سوال میشود که چرا راهکرایی که طرف شهر باختر یا که مثلا دیگر منطقه‌های تاجیکستان وقتی که میشود میگیم روزهای گذشته 40-50 سوم بود، امروز یک بار یک ادعا دارن اگه از اون طرف خالی آمدن. کی مجبور کرد اونها رو خالی بیان از این طرف جبر کنن برای دانشجوی، برای یک مهمون، برای یک بیمار، برای یک مسافری که ناتوان است اینقدر گران کنن؟ یعنی که ما مصلحت میکنن با هم که نرخ نفرورید. افسوس است مردم فراموش میکنن که سوره حدید آیت 7 آیت 11 سوره معارج این سوره بقره 174 اینا مردم فقط در پول مال نبینین درآمد رو. درآمد در دعای نیک است. دعا تقدیر عوض میکند، صدقه دادن تقدیر عوض میکند. فقط مناسبت با پول نباید باشد. اگر یک مادر بیمار بیاید که مثلا باید باختر برود، میخوای نمیخوای 50 تومان، او برادر تو مسلمان هستی اینا 25 تومان بگیر، 25 تومانش دعا بگیر. نمیگه همه کارت با دعا که دیگر ماشینت به بنزین بمونه. بله. چرا پیامبر یک لفظ رو 3 بار تکرار کرد که این مردم این صدقه را شما بدانید و آگاه باشید که صدقه چیز عجیب است. تقدیر رو عوض میکند، بد رو به خوب تبدیل میدهد. بلد عقل ما و شما جا نمیگیرد. همین فرموده خدا و رسول است که عمر را طولانی میکند. برای همین با کدام صورتی که نباشد خواه نرخ‌ها را بلند ببرند، در مواد خوراکواری یا در کدام مقامی نباشد، در ماشین، در ترمز اتوبوس، در تاکسی جایز نیست، ممکن نیست. اگر از روی انصاف باشد، انصاف هم باشد، همه چیز در دایره انصاف حد میانه ممکن است، اما از حد اعتدال که گذشت ظلم میشد. این ظالم را خدا نمیبخشد. انسان نباید تیشه بر ریشه خودش بزند. در همین زمینه تیشه بر ریشه کسی میزند که سوء استفاده از روزهای عید میکند و گرم فروشی میکند، خورا بالا میبرد.